تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. سلام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا. شهلای پوپل باز هم با پیشکش برنامه امروز در خدمت شما قرار دارم و آرزو دارم که برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گیرد. در برنامه امروز باز هم مثل همیشه روی مسائل داغ و رویدادهای که در یک هفته اخیر رخ داده خدمت شما تقدیم میشه و شما بینندگان عزیز میتونین هر وقت خواسته باشین به صورت مختصر نظریات، پیشنهادات و تحلیل ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارین. باید بگویم که خب در برنامه امروز بیشتر روی دو موضوعی که روش بیشتر یعنی فوکس است یا بیشتر خبرهای داغ روی موضوع هست. یکی موضوع نشست شورای مصالحه ملی و دیگر موضوع طالبان و پیشروی از کارشیوه از یعنی از کارشیوه مذاکرات که تا چی اندازه اینا از این مرحله عبور کردن. در شروع میریم به این که آیا این شورای مصالحه میتوانه کارش تا آخر ادامه بده؟ چرا این شورای مصالحه به وجود آمد؟ چرا شورای مصالحه بر یک مدت کارش تقریبا فلج بوده و مشکلات وجود داشت و چرا دوباره فعال شد و چرا دوباره یعنی تشکیلاتش یک توجه جدی به این صورت گرفت و همچنان میبینیم که چرا این موضوع امی کارشیوه مذاکرات چرا سرعت بخشیده شد. یعنی اگر هفته گذشته و هفته پیشتر از او شما توجه کرده باشین اصلا این یک بنبست وجود داشت و این کارشیوه اصلا به یک حالت تقریبا بنبست قرار داشت، اما دفعتا بسیار زیاد بسیار سرعت پیش رفت. خب حتی گفته شد که 2 هفته پیش یا در فلان تاریخ این کار پیش رفته بود در حالی که میدیا آگاهی نداشتن. خب در این موارد صحبت میکنیم. شما بینندگان عزیز اگر در این موارد صحبتایی دارین یا نظریات دارین میتونین روی خط بیاین و نظریاتتان با ما شریک، مخصوصا اگر شما معلومات جدید و کاغذ پیچ دارین میتونین که هر وقت خواسته باشید میاین با ما شریک کنین. خب در مورد ای که چرا امی شورای مصالحه به وجود آمد. خب شما هم میدونین برای به وجود آمد که اگر به یاد داشته باشین که انتخابات صورت گرفت و انتخابات به شکلی بود که یکی خود برنده حساب کرد و دیگری هم خود را برنده حساب میکرد و در اینجا مشکلات خلق شد که 2 دولت در یک شهر در یک کشور به وجود آمد و بالاخره مثل دوره که قبلی
از آقای دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی که یک حکومت دو سره بود به اصطلاح به وجود آمده بود به وجود آمد و همچنان چون موضوع صلح در میان طالبا و دولت افغانستان باید یعنی انجام میشد یا صورت میگرفت همچون یک شورای مصالحه یعنی لازم دیده شد یعنی نظر به لزوم دیده امو زمان ای به وجود آمد اما ای که چرا کارش مثل توقف کرده بود تنها آقای دکتر عبدالله میتونست که بره به کشورها سفر کنه و اجماع منطقوی بود و هیچ کار پیشرفت نکرد خود در اینجا ما دیدیم که مخالفت های وجود داشت مخالفت هایی که آقای غنی میخواست که نشان بده که من یعنی رئیس جمهور هستم و باید از طرف من اعلام شد و از سوی دیگه دکتر عبدالله همچنان پیشنهاد میکرد و او از سوی آقای غنی رد میشد همچون مشکلات و مخالفت هایی که در میان اینا مثل گذشته بود اما جریان داشت و این مخالفت ها باعث شد که نشه و همچنان در جای شک نیست که چون این کار مربوط دکتر عبدالله بود و او در رأسش قرار داشت باید قدم های جدیتر در این راستا انجام میده و یا حداقل صدا بالا میکرد حداقل باید مسئولیتی که داشت باید به اصطلاح مسئولیت خود را ادا میکرد یعنی باید اعلام میکرد که همچون مشکلاتی هست و من هم میتونم پیش برم اما در اینجا این چیزا صورت نگرفت بنابر بود که به یک کندی مطلق ای پیش میرفت خب برحال اما حالا که چرا ای به صورت توجه دنیا به ای شد و شروع شد که یعنی سرعت بخشیده شد به این روند خب در اینجا باز هم نظر به لزوم دید است چون در اینجا هست که خب این نظر ما است در اینجا هست که ما هم میبینیم که این مذاکرات صلح به بنبست کشیده شد و باید یک مرجع دیگه وجود داشته باشه تا بتانه که در میان اینا یعنی کمک بکنه تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید خب بنابر او از شما میبینین که ما میبینیم که در اینجا باید یک مرجع دیگه باشه که بیشتر در اینجا توجه بکنه و یا هیئت افغانی را تحت نظر داشته باشه و همچنان بتونه که نظریات مفیدی بر اینا بده و به این پروسه کمک بکنه خب در اینجا این موضوع شاید شدت بخشیده برای ای که یک بنبست به وجود آمد باید شورای مصالحه اسمش شورای مصالحه است یعنی باید با فعالیت های خود ادامه بده اما ای که این شورای مصالحه از کجا تمویل میشه همچنانه که به وجود آمد ما گفتیم جامعه جهانی در قسمت به وجود آوردن ازی پیدایش ازی نقش بسیار بارز داشتن چون موضوع چی هم بود که در زمان یک دو دولت به وجود آمده بنابر او بود که یعنی نظر به توجه دنیا و نقش بزرگ جامعه جهانی در پیدایش ازی نقش بزرگ داشت خب ای که چرا یعنی ای امروز تشدید بخشید بازم جامعه جهانی است به نظر من بازم جامعه جهانی است که میخواهند که در پروسه صلح بیشتر مشکلات حل شد باید یک مرجع وجود داشته باشه تا بتانه از سوی افغانستان در این مسائل صلح که اینا کوشش میکنه که در او مجاهدین و بسیار کسایی که هم آقای غنی پیشنهاد کرده و هم دکتر عبدالله اینا فکر میکنم این فکر من است که فکر میکنم که اینا میخواهند که یک به صورت یک
یک مشارکت عمومی از اعضا و از مجاهدین همه را با خود داشته باشند و بیشتر مجاهدین، برای ای که شاید اینا فکر میکنن که اونا هم در این روند صلح داخل باشن تا آینده نشه که مشکلات دیگه را مجاهدین خلق بکنه، که این نظر شخصی ماست. و ای که مخالفت های آقای غنی و دکتر عبدالله، ببینید دیروز نشست اینا یا امروز که روز شنبه باشه، اولین نشست شورای مصالحه ملی که صورت گرفت که با حضور رئیس جمهور آقای غنی هم در او شرکت داشت با یک تعداد وزرا. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. محترم شالا جان سلام برسد. سلام بر شما، بفرمایید. امیدوار هستم صحتمند بوده باشین. بیاد خوش هستم که شما را میبینم. من در همین مورد شورای صلح صحبت میکنم و اگر اجازه بدین محترم فشرده بفرمایید. همه به تعداد تشکیلاتی از همین شورا 500 نفر می باشه، از جمله 46 نفر از سران تنظیم ها و مجاهدین در مجموع و 2 نفر از همون گروه چپیا که وزیر خارجه حنیف اتمر بوده و آقای علومی بوده. در مجموع دیگه همه از چپیا بوده، از مجاهدین بوده و همشیرایی هم که تعدادی بوده و حتما وابسته به همه تنظیما بوده. و من خدمتون عرض بکنم که عبدالله نظرش به این است که ما قربانی باید بدیم. منظورش از قربانی به همون استعفای اشرف غنی و رویم رفته اشرف غنی در جوابش اطور گفت که ما قربانی بسیار دادیم، بنده ها را آزاد ساختیم و همه چیز در چوکات جمهوریت، یعنی تحت پوشش جمهوریت در یک چوکات تنظیم شود. یعنی ابدا او گفت نمیخواهیم که یعنی استعفا بکنم، اگر طالب می آید باید به همین جمهوریت مدغم شود. قانونی صلاحیت کاملا از اشرف غنی خواست باید در شورای عالی صلح انتقال بکنه قدرت و عبدالله تصمیم بگیره و از طرف دیگه علاوه نمود که نه آقای اشرف غنی نه آقای عبدالله و کاملا این یک پروسه ملی است، باید مردم باید در این موضوع سهم بگیرند. حنیف اتمر اجماع ملی را خواست، گفت خلاف و کمبود و نواقص در بین پروسه شورای صلح وجود داره و در بین حکومت هم اگر اجماع ملی صورت میگیره در مجموع کل مردم روی هم رفته خود در این اجماع باید ببینند، چی از داخل چی از خارج. و در ضمن خدمتان عرض بکنم که حکمتیار و دوستم و صلاح الدین ربانی اینا دعوت شده بوده عبدالله، اما اینا اشتراک نکردن، گفتن که خصوصا حکمتیار و صلاح الدین ربانی گفته که بی نتیجه است. در ضمن رحمت الله نبیل و سید ساق گیلانی از طرف رئیس جمهور اینا حذف شد نامشان. عبدالله اگرچه اینا را پیشنهاد کرده بود. حامد کرزی خواست که دیگران هم دعوت شود. منظورش از این دعوت اینا بودن که اسپانتا، زاخلوال و خرم و چند تن دیگر که از خود طرفدارای آقای حامد کرزی بود اینا خواستند. فکر میکنم که این شورا خلاها و نواقص بسیار زیاد دارد، دیده شود که در آینده چی خواهد شد و قضاوت عاجلانه در زمینه نباید آدم تصمیم بگیرد. اما پروسه صلح که ایت‌های افغانی و طالبان در قطر اونام میخواهند که به تصمیم بگیرن و خلیزات هم در طریق اونجا باز کارهای خود شروع کرده. وزارت خارجه و دیگر کشورام در از این استقبال میکنه که هرچی پروسه صلح باید تحقق پیدا بکنه. شاید پروسه صلح به وجود بیاید اما جنگ خاتمه پیدا نمیکنه و اگر حکومت نه طالب میخواه که غنی باشه و نه غنی میخواه که طالب در قدرت باشه و من فکر میکنم که جنگ دوام خواهد کرد و اگر مدغم هم شوند و این حکومت دوام نمیکنه. همین نظر من بود. بسیار تشکر، مهربانی کردن. بله بیننده عزیز، من این موضوع رو میگفتم که
از بیننده عزیز بسیار سپاسگزار هستم که اما گزارش مختصر گفتن. بله امی چیزی بود که من باید میگفتم که در این مجلس یا نشستی که اینا داشتن یک تعداد خودشان نیامدن که جهادی ها مثل آقای حکمتیار، صلاح الدین ربانی و آقای دوستم و همچنان کسانی را که دکتر عبدالله خودشان اینا را معرفی کردن که برای یعنی عضویت شورای مصالح ملی که آقای سید ساقی گیلانی و یکی به نام شهزاده من اسمای از اینا فراموش کردم، شهزاده شاهد و رحمت الله نبیل و فرخنده زهرا نادری، اینا چهره‌هایی بودن که از سوی آقای دکتر عبدالله معرفی شدن، اما آقای غنی اونا را با حضورشان مخالفت کرد. این خودش یک اختلاف نشان میده. ببینید وقتی که ما در یک کشور از دموکراسی صحبت میکنیم ما باید این سینه فراخ داشته باشیم، مخصوصا که یک رئیس جمهور هستیم که با مخالفین خود بر روی یک میز بنشینیم. اما قراره که ما میبینیم آقای غنی اصلا به دموکراسی عقیده ندارن، اصلا فکر میکن که باید تنها مردم از ما خوب بگویه که در یک میز با ما بنشینه. کسانی که مخالف دیدگاه هم هستن حق نشستن ندارن. این به نظر من بسیار زیاد مخالف روش یک رئیس جمهور در یک کشور است و همچنان مخالفت واضح با رئیس شورای مصالحه یا دکتر عبدالله است. این واضح مخالفت نشان میده. کسایی را که تو آوردی من نمیخوایم شرکت داشته باشن، یا کسانی که در مورد ما انتقادات داشتن من نمیخوایم باشه. این چیز درست نیست. این نشان میده که آقای غنی بسیار یک تنگ نظر است و بسیار این شکل دیکتاتوری است که یعنی کسی که انتقاد میکنه باید دیگه حضور نداشته باشه، باید در مقابل من نشینه. و یا ای که هر کسی را که آقای دکتر عبدالله او را معرفی کرده، چون من معرفی نکردیم و او به من انتقاد کرده، او نباید باشه. این خودش مخالفت نشان میده، این خودش به احترامی به همدیگر است. ولو که او انتقاد کرده برای ای که رئیس شورای مصالحه او را معرفی کرده، باید امی چی را داشته باشی، امی دل فراخ داشته باشی که در روی یک میز با آنها بنشینی. و ای که همچنان آقای دکتر عبدالله اگر اینا واقعا یک اتحاد داشته باشن، اینا میتونن که یک همپذیری داشته باشن. مخصوصا یک رئیس جمهور باید یک همپذیری داشته باشن. چطور میتونه که صلح بکنه با طالبا و یا با دیگران؟ چطور میتونه که یک دولت مشارکت ملی داشته باشه با حضور طالبا و یا مجاهدین و یا دیگران؟ این خودش بسیار زیاد یک نشان میده که یک کسی بسیار منفی باشه و مخالف دموکراسی و مخالف تمام امی منافع اولیای کشور خود. خب که این اشخاصی که معرفیش خوب هستن یا بد هستن من نمیخوام در اون مورد تبصره کنم، و یا که آقای دکتر عبدالله در اینجا نقش خوب داره یا بد داره من نمیخوام در این مورد تبصره کنم. تبصره من است که یک رئیس جمهور باید به درجه اول در رأس دولت باید همپذیری داشته باشه. باید همه را چی مخالف چی موافق همه را باید به دور خود جمع کنه. امی است که فاصله خودش با مردم کمتر میشه و این میتونه که بزرگواری از این نشان بده. شما ببینید که امروز من نمیخوایم مقایسه کنم، آقای اشرف غنی بیشتر عمر خود در امریکا و خارج از افغانستان سپری کرده. امروز دموکراسی در امریکا را دیده. ببینید امی که آقای جو بایدن
با وجود مخالفت هایی که در میان دو کاندیدیت وجود داشت که آقای جو بایدن انتخاب شد و آقای ترامپ مخالف بود، اما بازم آقای جو بایدن گفت هر کسی که مخالفم است یا موافقم است، بر من تمام اینا محترم هستن و من کلشون به یک دیدم می نگرم. این خودش نشان دهنده بزرگواری و این لیدرشپ یک انسان است. یعنی خود ببینین وقتی که شما، من خودم در یونیورسیتی دانشگاه یا پوانتونی که من درس خواندیم در امریکا، یک چیزی که در کامیونیکیشن خواندیم امی هست که شما وقتی که بروی یک میز منشینین باید نظریات مخالف و موافقه شما باید قبول کنید، مخصوصا وقتی که شما در جای لیدر هستین. یک موضوع لیدرشپ و کامیونیکیشن است. شما باید در هر حالت بشنوین و بعد اعلام بکنین که کدامش مثلا از نگاه آرا چقدر موافق و مخالف این نظریات است. شما باید، و مخصوصا که شما یک لیدر هستین یا رهبر یک کشور هستین، شما 100% باید موافق و مخالف شما قبول کنین، بپذیرین، نه ای که مخالفت بکنین. پس شما به طالبا گفته یگان تا که به کاردشان دسته دادین. اونا میگن که تو که نمیتوانی با اونا روی یک میز بنشینی، پس با ما چطور در یک حکومت میتوانی همپذیری داشته باشی و تحمل بکنی؟ تو که تحمل اونا رو نداری. چقدر باید یک رئیس جمهور متحمل بردبار باشه وقتی که برای امی است که چرا وقتی که یک رئیس جمهور انتخاب میشه باید تمامی این کوالیفیکیشن ها و تمامی این چیزها رو داشته باشه، متحمل و بردبار باید باشه. به هر حال خب شما اونا رو نپذیرفتین، بنابرو حالا میریم به ای که در داخل مجلس چی صحبتای شد. خب وقتی که آقای دکتر عبدالله یک چیز میگه که ما باید قربانی بدیم، منظور از این معلوم دار چنان که بیننده عزیزم گفتن و تحلیل کردن، منظور شمی است که باید آقای غنی استعفا بده تا که یک دولت مشارکت ملی با حضور طالبا هم ساخته شد. و آقای غنی گفت ما قربانی دادیم که 5000 یعنی خواستای اینا رو برآورده کردیم. و از سوی دیگه خب نظریات مختلف بود. آیا با این همه مخالفت ها این شورای مصالحه ملی به صورت درست به پیش خواهد رفت؟ آیا ادامه پیدا خواهد کرد؟ ببینیم وقتی که از شروع مجلس همچون مخالفت های وجود داره و در حالی که ما میبینیم که من بعداً روی مفصل صحبت میکنم، از سوی امریکا و کسانی که یعنی به درجه های بلند رتبه های امریکا در این مورد میگن که باید یک دولت مشارکت ملی با حضور طالبا ساخته شود تا بتانه که در افغانستان صلح بیایه و جنگ نباشه و همه برادروار زندگی بکنن. این آخرین صحبتایی بوده که گفته شده که باید یعنی یک دولت باشه که از تمام این اقشار و مخصوصا طالبا و از تمام اقشار که یعنی مجاهدین، روشنفکرها، همه را در بر بگیره. خب در اینجا آیا آقای غنی همچین چیزی را قبول میکنه؟ آیا طالب آقای غنی را قبول داره؟ آیا آقای غنی با این روحیه که فعلا است که در میز مصالحه شورای عالی همچون صحبتایی را میکنه یا همچون اشخاص را اجازه نمیده، آیا آقای غنی اونا رو تحمل خواهند کرد؟ این کلش سوال برانگیز است، پرسش برانگیز است که آینده افغانستان به کجا می انجامه؟ آیا این صحبتایی که از سوی امریکا میشه، آقای غنی مشکلش چی میشه؟ آیا آقای غنی میره به سوی ای که استعفا بکنه؟ آیا این قربانی را میده برای مردم افغانستان؟ و خب
ای که آقای غنی میگه که ما در همه حال میخواهیم که نظام جمهوری با موجودیت آقای غنی و بدون موجودیت آقای غنی هم میتونه باشه. یعنی این نیست که اگر آقای غنی باشه نظام جمهوری است، اگر آقای غنی نباشه دیگه هر کسی که باشه نظام جمهوری دیگه هیچ وجود نخواهد داشت در افغانستان. وجود خواهد داشت. پس بنابراین هست که آقای غنی همه تمرکزش به این است که خودش به حیث رئیس جمهور افغانستان باقی بمانه. و من امی حالا هم میگویم نظر به این روحیه و نظر به این رفتار آقای غنی که ما در شورای مصالحه ملی دیدیم که یک تعداد را که ای مخالفت کرد حضورشان را، پس اگر یک دولت فراگیر ساخته شود و مخالفت های وجود داشته باشد در مقابل آقای غنی و یا اشخاصی که انتقاد کردن، چطور آقای غنی اونا را میپذیره؟ چطور اونا را تحمل میکنه؟ حتی اگر بگویه که من اینا رو تحمل میکنم، حتی بگویه که بله طالبا بیاین و طالبا گیریم که طالبا قبول کردن و بیاین، آیا آقای غنی اونا را یعنی صحبتایی که اونا انتقاد کنن یا مخالف صحبتای آقای غنی نظر بدن، آیا آقای غنی او را تحمل خواهد کرد؟ نه، فکر نکنم. بازم مشکلات با وجود آمد. همچنانی که ما دیدیم که میان دکتر عبدالله و آقای غنی که یک باعث رئیس اجرایه بود چی مشکلات خلق شد و امروز که باعث رئیس شورای مصالحه است چی مشکلات ما میبینیم که وجود داره که حتی نتانست که اعضای خود را تعیین کنه. یعنی باید یا ما باشم قدرت از ماست و ما باید قدرت خود نشان بدم که عبدالله در زیر دست ما کار میکنه. و خب دکتر عبدالله رو ما نمیخوام که براحت بدم و او باید باعث کسی که مسئولیتش بود باید تمام چیزا با مردم در جریان میگذاشت که ما برای این نمیتونم که مخالفت وجود داره. من چطور میتونم اعضای خود تعیین کنم؟ و هم نتونه امو مسئولیتی که داشت نتونست که امو را ادا کنه، برای مردم تشریح کنه. بنابراین بود که مشکلات در میان این تا بسیار زیاد امیال وجود داره و به این اندازه است که حتی کسانی را که او انتخاب کنه اجازه نمیده که حضوریابی کنه. خب در اینجا است که بینندای عزیز، من خودم نظر من ای است که این دولت افغانستان و این شورای مصالحه تا چی اندازه پیشروی میکنه بر ما شک دارم به این. اگر به این قسم پیش بره، به این قسم مشکلات بشه، با قراره که میبینیم که یک تعداد میگن که این به منافع مردم نیست که هم آقای حکمتیار است و همچنان دو حزب دیگه که از حزب جمعیت و حزب آقای دوستم اینا هم در اینجا نخواستن حضور داشته باشن. خب این مشکلات هست که شما بینندای عزیز اگر خواسته باشین میتونین در اینجا نظریات خود ارائه بکنین. ما میریم به ویدیوی اول و با هم یک جا ویدیو رو تماشا میکنین. با ما باشین. در ارک گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و عبدالرشید دوستم که از چهره‌های مطرح سیاسی به شمار می‌روند حضور نداشتند. برخی از سیاستگران حضور تمامی چهره‌های اثرگذار سیاسی را در روند صلح برای تقویت اجماع درون کشور در صلح با طالبان مهم می‌دانند. این جلسه ما میتونه کاملتر شود و بهتر شود. شخصیت‌های دیگر در خاک ما هستند که هم به صلح کوشش کردن و هم صاحب دید و نظر هستند، هم نمایندگی مردمی دارن و هم نمایندگی فکری کرده میتونن. اونا هم امیدوار هستیم که اگر دعوت نشدن دعوت شوند. مطابق به زحمت کشیش هر کس مطابق به ارقام و شمار قربانی که داده و فردا همین قربانی را متحمل میشه.
نظر به شعاع حضوری در مقیاس افغانستان، اما قسم که جمعیت، اما قسم از احزاب دیگه محترمی که اینجا نشستن حضور در تصمیم گیری ها و شورای صلح داشته باشند. در همین حال سید اسحاق گیلانی میگوید که رئیس جمهور با حضور او رحمت الله نبیل، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد در نشست امروز شورای عالی مصالحه ملی مخالفت کرده است. او علت مخالفت رئیس جمهور را با خودش انتقادهای وی از حکومت می‌داند. وقتی که ما را قبول کرده نمیتونه، به یقین که ملا هیبت الله و ملا برادر را به صورت قطع قبول کرده نمیتونه. رحمت الله نبیل نیز گفته است با آنکه از او دعوت شده بود که در این نشست شرکت کند، اما رئیس جمهور با حضور وی مخالفت کرده است. کوم اختلاف چې رئیس جمهوری له یادو اشخاص سره لري د یو سیاسي اختلاف بولم او دغه اختلاف باید د هغو شخصي ګټو په بنیاد باندې نه وي چې هغه زموږ د سولې پروسه سابوتاژ کوي. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که به گفته برخی از منابع 48 تن عضو خواهد داشت، تا کنون از سوی رئیس این شورا به گونه رسمی اعلان نشده است. خب بینندگان عزیز، خب به هر حال این بود مشکلاتی که اینا میان هم دارن و ما آرزوی مهی است که اگر بتانه این شورای مصالحه ملی که واقعا بتوانه که هم کمک به مذاکرات در دوحه شوه و هم در داخل افغانستان بتانه که یک از تمام گروپ ها، از تمام سازمان ها، از تمام جریان های سیاسی بتانن که یک تشکیل خوب بزرگ داشته باشن که بتانن که از نماینده جوان ها، از زن ها، برای که من تا جایی که دیدم از زن ها کمتر است، یعنی از خانم ها باشه، از جوان ها باشه، که همه از نمایندگی بکنن. یعنی تنها از مجاهدین، از مجاهدین، جریان جوانا، از زنها، از تمام حزب‌ها و از تمام سازمان‌های سیاسی اینا باید بیارن تا بتونه که صدای تمام، یعنی به حساب آواز تمام مردم انعکاس داده بتوانه. به هر حال ما قبل از اینکه برم به موضوع دیگه، یک موضوع میخوایم به شما بیننده عزیز بگویم که ما در هفته آینده یک برنامه ویژه دارم. برنامه ویژه دارم که برنامه ویژه یک گفتمان با یک شخصیت بزرگ علمی و سیاسی که آقای دکتر زمان استانکزی هستند که یکی از نخبه‌ترین و یکی از اشخاصی هستند که کمتر در افغانستان با این تحصیلات عالی من میشناسم. آقای استانکزی، من یکمی در موردشان، در کارهایشان، تحصیلاتشان بر شما روشنی می اندازم و من مطمئن هستم که بسیار مردم با ایشان شناخت دارن. دکتر زمان استانکزی استاد مطالعات عرفان و تصوف در یونیورسیتی مطالعات عالی پاسیفیکا در سانتا باربارای کالیفرنیا هستند. در گذشته استاد سابق پوهنتون یا دانشگاه کابل بودند که و همچنان بر علاوه در چندین یونیورسیتی در کالیفرنیا جنوبی در رشته‌های مختلف تدریس کردند و همچنان ماستری و دکترایشان را در رشته روابط بین الدول و علوم سیاسی از یونیورسیتی جنوب کالیفرنیا گرفتند و در پهلوی او یک ماستری در رشته زبانشناسی از سیاتل واشنگتن استیت گرفتند و همچنان مطالعات فوق دکترایشان را در رشته عرفان و تصوف انجام داده و روی تفکر و اندیشه های ابن عربی و مولانا بلخی انجام دادند. آثار ادبی و علمی زیادی به زبانهای پشتو، فارسی دری و انگلیسی نشر کرده که شما میتونین که از طریق اینترنت به وبسایتشان برین و بسیار نظریاتشان و همچنان بعضی آثار ادبی و علمیشان را مطالعه بکنین.
خب هفته آینده من کوشش میکنم که اگر این برنامه 1.5 ساعت باشه که یعنی اگر امکان داشته باشه که ما از ساعت 12:30 تا ساعت 2 این برنامه داشته باشیم، اگر شما بینندای عزیز بتوانین که برنامه را اسپانسر شوین، که چون یک دانشمند بزرگ افغانستان، یک افتخار بزرگ افغانستان در غربت و در کالیفرنیا زندگی میکنن هستند، شما میتونین که حداقل نیم ساعت اول برنامه شانه که اگر بخوایم که 1.5 ساعت بسازیم چی کنین؟ اسپانسر شوین که بتانیم که وقت به شما باقی بمانه، که شما بتانین سوالاتتان را مطرح کنین و بیشتر با ایشان نظریاتتان رو شریک بسازین و همچنان آقای استانکزی هم بتوانند که با شما بیشتر صحبت بکنن. یعنی اگر خواسته باشین میتونین که برنامه رو اسپانسر شوین که 1.5 ساعت و شما میتونین که با تلویزیون با آقای مسکینیار به تماس شوین و یا میتونین که با شماره تلفن ما 703 473 1473 به تماس شوین یا 703 473 1473 به تماس شوین و که این خودش یک فرصت بسیار خوب است که همچون یک شخصیت علمی، ادبی و سیاسی در خدمت شما می باشه و شما میتونین که باش صحبت کنین، سوالاتتان را مطرح بکنین که امکان داره که بیشتر طولانی شه و شما میتونین نظریاتتان با ایشان شریک کنین. در غیر او باز ما مجبور میشیم که از طریق واتساپ، چون وقت بسیار کم می باشه، 1 ساعت می باشه، شما نمیتونین که بیشتر صحبت بکنین. و در حال من میخوام که شما باز هم اگر خواسته باشین از طریق واتساپ شما میتونین که سوالاتتان را مطرح بکنین. بازم شماره تلفن ما 703 473 1473 یا 703 473 1473 هست. خب برحال میریم به موضوع بعدی که موضوع مذاکره بین الافغانی در دوحه چی میگذره. خب ما همه شنیدیم که اگرچه هفته گذشته و هفته پیشتر اینا نوزم در بنبست بودن، اما بالاخره اعلام کردن که نخیر اینا از بنبست گذشتن. یعنی از تقریبا اینا گفتن 2 هفته پیش از سوی طالبان گفتش که اینا 2 هفته پیش از این کارشیوه را تمام کردن، از این گذشتن و به مرحله بعدی که مرحله آجندا هست اینا رسیدن. خب ای که چطور اینا به این سرعت اینا توانستن که پیش برن، چطور به این سرعت پیش رفتن، این بسیار عجیب است. خب برحال ای که گفته شده برایشان که باید سرعت ببخشند تا امی موضوع افغانستان، مذاکره بین الافغانی باید از این بنبست بیرون شود. خب در اینجا آقای خلیلزاد خودشان رفتن به ترکیه و دوباره به قطر می روند و آمدن و در اینجا بسیار اظهار سپاس کرد کشورهای دیگه مثل بریتانیا، مثل امریکا، اتحادیه اروپا، نیتو، تمام اینا، پاکستان، همه اینا از این پیشرفت در روند صلح اینا بسیار زیاد در روند مذاکره صلح اینا بسیار اظهار خوشی کردن. اما در این که این بالاخره به کجا می انجامه، این موضوع مذاکره بالاخره به کجا می انجامه ما نمیدانیم. آیا این واقعا این مذاکره واقعا یک پایان داره؟ آیا واقعا این طالبا تحت اداره آقای اشرف غنی می توانند یعنی یک دریچه صلح باز شود و اینا تحت اداره آقای غنی بیاین؟ اینا این سوالاتی هست که
هم جوابش داریم هم نداریم. خب در پاسخ باید بگیم که طالبان چندین بار گفتن که ما تحت اداره آقای غنی اصلا یک جا نمیشیم، کار نمیکنیم. یعنی این چیزی است که از شروع آغاز مذاکره و تا به حال گفتن و از سوی دیگه از سوی امریکا گفته شده که باید یک حکومت مشارکت با حضور طالبان باشه و گفته که ما پشتیبانی از همچین چیزی میکنیم، در صورتی که باید طالبان نمیخواین آقای غنی و آقای غنی خود را قایم کرده و آقای غنی به هیچ صورتی نمیخواد. هر صحبتی که میشه میگه ما قربانی دادیم، ما فلان کار کردیم یا فلان کار کردیم و نظام جمهوری میخوایم. به هیچ صورتی نمیخواد که اسمش به یعنی از اسمش اینطور یاد شود که باید استعفا شود یا استعفا بگیره. آقای غنی به هیچ صورتی من فکر نکنم که همچی چیزی را قبول کنه به جز از این که بسیار فشار به سرش بیاد. به هر حال بیننده عزیز میریم به ویدیوی بعدی و بعد با هم یک جا تبصره میکنیم. از بخش گزارش نیویورک تایمز درباره این که گویا رئیس جمهور غنی مانع پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان شده است، اکنون دبیر کل ناتو از حکومت افغانستان می‌خواهد که این مذاکرات را با حسن نیت دنبال کند. این گفتگوها شکننده و دشوار هستند. هیچ تضمینی برای پیروزی این روند وجود ندارد. ما از طالبان می‌خواهیم که تمامی تعهداتشان را عمل کنند، اما من همچنین از حکومت افغانستان می‌خواهم که از این فرصت تاریخی برای صلح استفاده کرده و با حسن نیت مذاکره کنند. در حالی که وزیران خارجه ناتو امروز و فردا سرگرم رایزنی ها درباره مسائل مهم جهانی از جمله اوضاع افغانستان هستند، سفیر امریکا در ناتو سطح بلند خشونت ها را سوی طالبان انتقاد می کند و این گروه را متعهد به عملی ساختن وعده هایشان نمی داند. ما هیچگاه فکر نکردیم که مذاکرات آسان باشند و روشن است که آسان نبوده است. فکر نمی کنیم که طالبان به توافقنامه پابند باشند. سطح خشونت ها بلند است و مردم و نیروهای افغانستان بهای سنگین می پردازند. گزارش نیویورک تایمز نشان می دهد که پذیرفته نشدن متن مقدمه کارشیوه آغاز مذاکرات صلح از سوی رئیس جمهور غنی بار دیگر مذاکرات صلح را با بنبست روبرو کرده است. گزارش که از سوی حکومت افغانستان رد می شود. بی آگاه از مذاکرات صلح می گویند که حکومت افغانستان خواهان گنجانیده شدن فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح نیز همچون اساس این مذاکرات است. مخالفت ها درباره کارشیوه آغاز مذاکرات صلح در حال بالا گرفتند که نیویورک تایمز از زبان 3 مقام دولتی گزارش داده است که رئیس جمهور غنی در متن مقدمه این کارشیوه به جای نامهای دیگر می خواهد که نام رسمی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان نگاشته شود. توافق درباره کارشیوه آغاز مذاکرات صلح پس از 80 روز رایزنی های نفسگیر در واقع نخستین توافق است که میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به دست آمده. رسیدن به این توافق از سوی رئیس جمهور غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا، بریتانیا، قطر و پاکستان استقبال شده است. مهم این است که این یک گام نخست است. این نخستین بار است که طالبان و حکومت افغانستان می توانند سند را امضا کنند که درباره چارچوب، روش‌های مذاکره، پرداختن به یک راه حل مسالمت‌آمیز دراز مدت و چگونگی دستیابی به صلح در افغانستان است. البته به حیث نخستین گام، توافق درباره آتش بس جامع مهم است. منابع در قطر میگویند که دو طرف درباره توافق امریکا با طالبان، خواست مردم افغانستان، توافق‌های هر دو هیئت مذاکره کننده و فیصله‌های سازمان ملل متحد را درباره افغانستان همچون بنیاد مذاکرات صلح تایید کردند. فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از آن که دور تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرد، در نخستین توقف در انقره با معاون وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. وزارت خارجه ترکیه میگوید که دو طرف از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات صلح در دوحه استقبال کردند. مذاکرات وارد مرحله جدید خود به زودی خواهد شد. اولویت ما به خاطر آرامش مردم افغانستان
و همچنان به خاطر اعتماد سازی بیشتر میان طرفین رسیدن به یک آتشبس جامع خواهد. در همین حال زلمه خلیلزاد در صفحه توییترش نگاشته است که به دوحه نیز می رود تا دو طرف را برای رسیدن به یک توافق سیاسی و آتش بس کمک نماید. غربت خبره چې هغه د حکومت غوښتنه ده او د اسلامي نظام خبره چې هغه د طالبانو غوښتنه ده. دا دواړه خبرې چې دي هغه د اجنډا پر اساس کېدلی شي. حکومت طالبان را به کشتن 134 غیر نظامی و زخمی کردن 342 تن دیگر تنها در یک ماه اخیر متهم می سازد، اما طالبان حکومت را عامل کشته و زخمی کردن 68 غیر نظامی در یک هفته متهم می کند. این بلندپایه‌ترین مقام نظامی امریکا همزمان با پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح افغانستان بهترین گزینه برای پایان بحران افغانستان را دستیابی به یک توافق سیاسی می‌داند. یگانه راه حل باید برخواسته از یک راه حل سیاسی باشد، آن هم به گونه‌ای که سازگار با منافع ملی امریکا و منافع مردم در منطقه باشد. پس راه حل خوب برای پایان شورشگری طالبان راه حل شریک سازی قدرت است. مذاکرات در این باره در دوحه همکنون جریان دارند و در واقع به مرحله حساسی رسیدند. خب بینندگان عزیز، شما در اینجا دیدین که در نیویورک تایمز، حتی در نیویورک تایمز ذکر شده که آقای غنی مانع پیشرفت مذاکرات صلح میشه و در اینجاست که از طرف ناتو گفته میشه که نباید از طرف دولت افغانستان همچون باید امی مذاکرات به شکل یک حسن نیت دنبال شود. خب این خودش معلوم دار است و از سوی دیگه ببینین امی اشخاص بزرگ بلند رتبه امریکا هم در این مورد میگن که باید پیشرفت صورت بگیره و یک دولت مشارکت ملی صورت بگیره که در او حضور طالبا باشه. ببینین در صورتی که طالبا آقای غنی را نمیخوان و این آقای خلیلزاد میدانه و امریکا میدانه و اونا از روز اولی را اعلام کردن، پس در اینجا نقش آقای غنی چه خواهد بود؟ یعنی آقای غنی برای آوردن صلح در افغانستان چی باید بکنه؟ برای آرامی مردم، برای آرامش در یک کشور جنگ زده چی باید بکنه؟ وظیفش باید قربانی بده، باید این فداکاری را بکنه. پس در این صورت چی میشه وقتی که آقای غنی اگر تا آخرین درجه ای بخواه پافشاری کنه؟ پس افغانستان طالبا جنگ خود افزایش میتن و افغانستان بازم جنگای بسیار بزرگ در افغانستان با وقوع میپیونده که بالاخره امریکا باز هم یا داخل ای جنگ میشن یا مجبور میشن که آقای اشرف غنی را از صحنه بیرون کنن. این چیزیست که باید آقای غنی هر چیز باید مدبرانه، بسیار هوشیارانه باید فکر کنه، دورنمای یک چیز را ببینه که باید آینده یک کشور با کجا می انجام. به خاطر یک خودخواهی که من باید رئیس جمهور باشم فکر کنین چی بدبختی ها را میتونه برای افغانستان بیاره. این که موضوع ببینین، آقای غنی، آقای دکتر عبدالله، وزیرا هیچ کدامش در خطر نیستن. این مردم بدبخت و بیچاره هستن که هر روز کشته میتن. این مردم بیچاره و بدبخت هستن که هر روز اینا زن و فرزند و نمیدانم پدر و مادر و شوهر خود را از دست میتن. آیا آقای غنی همه را فدای قدرت میکنه؟ تا جایی که میبینیم تمام چیزی که ما میبینیم، تمام مشکل افغانستان در هیچ کدامش وطن دوستی وجود نداره، کلش موضوع قدرت است. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، یک لحظه با خود باشین. شما ببینید موضوع قدرت است. شما ببینید موضوعی که امیال در شورای مصالحه است موضوع قدرت است. آقای غنی باید بگه که من قدرت دارم، من باید چی کنم، که و یک آدم دیکتاتور که کسانی که حتی مخالف من انتقاد کرده اونا نباید باشن. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به خود باشین، باید نباشه. در دوحه ببینین طالب به فکر قدرت است. هیئت افغانستان از جایگاه قدرت از
طرف آقای غنی از جایگاه قدرت صحبت میکنن. امی حالا تمام موضوعی که ببین آقای غنی نمیخوای رها کنه به خاطر قدرت است. در افغانستان وطن دوستی نیست، افغانستان دوستی نیست، مردم دوستی نیست، تمامش قدرت است، تمامش آرزوی قدرت دارن. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. سلام علیکم شالا جان. سلام بر شما، بفرمایید. پروگرام خوبی است، بسیار پروگرام عالی و خوب است. لیکن بیاین در اینجا بکنیم این موضوع اساسی که در این حال فعلا تر است. همین غنی چی کنه؟ استعفا بکنه. باشه. غنی استعفا بده. اینال مسئله چه قسم است شالا جان؟ اجازه خواهد؟ بفرمایید. حتی یک مسئله است که وقتی که دو تا آیت گپ میزنه اونا خود گپ زدن خود آزاد هستند. وقتی که مسئله باز یک راه پیدا شد دوباره وقتی که آمد پیش غنی هر کسی باشه معلوم میشه ما و شما عملی را کار داریم. ما در گپ پروپاگاند اینا رو او طرف کنیم. ما دیدیم بسیار افوات و تبلیغات و پروپاگاند پیش ما یک چیز بسیار عادی پیش پای افتاده است. اینا ما ببینیم که امو آیت اینا چی میکنن. اینا آیت ما یک رام بردارم برای که برای ما خوب باشه یک رام بردارم او آیت امیال میگه ما دولت قبول ندارم. از ما اول هم گفته پس گله کردن از غنی چی معنا داره؟ غنی اگر یک نفر امیال به اصطلاح امی گیلانی میگه که ما را قبول نکرد نبیل هم میگه تو یک نبیل برای غنی برابر میکنی. ولی در شرایط فعلی آل اونمو غنی در سطر دولت ولو خوب بیننده عزیز یک لحظه ما هیچ مقایسه نکردیم. آقای غنی یک رئیس جمهور است، آقای رحمت الله نبیل در گذشته کاندیدیت بوده، آل به حیث عضو شورای عالی مصالحه. چرا این نمیتوانه؟ این چرا همینقدر همپذیری نداره که یک آدمی که در گذشته یک انتقاد کرده او را حتی نمیتونه او گپا تو همه تو عالی گپ زدی بسیار زیاد خوب است. همه تو عالی بان که گپ بزنیم بان که همه تو پیش بره که نتیجه بگیرسته شود. ایت یک مسئله است زمانی که موضوع او دو طرف یک موضوع را خود طرح کنه هر چیزی که میگه باز اینال دو گپ است. ما از خود مردم خود گپ نیزنیم. هر موضوعی که اونا گپ بزنه چی سر جمهوریت باشه هر چیزی که باشه ما دیدیم زمان نجیبه اینا کلشان میگفتن استعفا بده تبلیغات چی حال بود این لال همه تو گپ است. هنوز یک موضوع معلوم نیست. همین طرفات زده میرن که چرا استعفا نمید چرا گمش که پای پیش پا لیکن اینا بیایی در این قسمت اینا خوب باید است که اجماع عمومی ملی به وجود بیارن. وقتی که اینا ما بین خود تعهد کردن این که چی میکنن خب مختار هستن اونا کس چیز نمیگن. وقتی که اونا قبول کردن باز اینجا اجماع ملی وقتی که اینا قبول کردن باز اونو فیصله میکنن که غنی باید از تخت برای هیچ وقتی تو نیست. اونو اجماع زمانی که فیصله کرد باز از او باز ببینین که غنی یا هر کسی که باشه باز از میدان شوت میشه اگر بانه یا نبانه فیصله مردم فکر دارن که مردم به این مداخله. من باز جواب شما میگم. تشکر. تلویزیون خب من در اینجا باید بگویم به جواب بیننده عزیز که اولا یک رئیس جمهور ببینین شما صحبتایتان چی است که یعنی جانبداری است. در حقیقتش است که اول یک رئیس جمهور چطور نمیتونه که امی امروز در حضور خود کسی را قبول کنه. این خودش من هیچ وقت مقایسه نمیکنم. این یک رحمت الله نبیل یک کسی بود که کاندیدات رئیس جمهور بود و حق داره تحلیل میکرد و در مقابل انتقادات داشت. یک موضوع عادی است. یک رئیس جمهور نمیتونه حتی یک کسی که انتقاد در قسمتش کرده حتی نمیتونه که روی میز بشینه. او چطور میتونه طالب قبول کنه؟ چطور میتونه که در یک میز با طالب بنشینه؟ یکی. دومی که طالب میگه که من نمیخوایم، از روز اول گفته که من نمیخوایم که تحت رهبری آقای غنی باشم. این چیزی است که طالب گفته. بنابراین آقای غنی فقط باید بگویه که بله در صورتی که ضرورت باشه من استعفا میکنم. باید امی موضوع ما به خاطر مردم استعفا میکنم. نگویه که من
یا مرگ یا ارگ. نگویه که مرده مام که بکشن من اعلان نمیتم. این گپ نمیشه. یک رئیس جمهور باید بگه که اگر صلاح مردم، اگر خیر افغانستان به این هست که واقعا یک آتش بس شود، واقعا یک دولت درست روی کار بیاید، مقصد مردم نجات بیابن از قتل و قتال، بله ما حاضر هستم که استعفا کنم. در اون وقت است که در دوحه هم مذاکرات به شکل بهتر پیش میره و میتونن که در آخر اینا بالاخره به فیصله برسن که کی را میتونن به رئیس جمهور انتخاب کنن. یو از روز اول میگه که یا ارگ یا مرگ. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام خدمت شما خانم پوپل. اجازه خواست یک دو دقیقه گشتی آخر برنامه هم است بفرمایید صحبت بکنیم. صاحب در همین مذاکراتی که صورت میگیره فعلا در جریان است. ما اولا بسیار متاسف هستم که این صحبت نمی کنم، اما این دردهای مردم افغانستان است و این یک واقعیت است. اینا که هستن صاحب کلش غلاما و مزدورا است جمع شده است در اونجا سرنوشت مردم بیچاره افغانستان اینا میسازن و تقسیم قدرت مابین خود میکنن. و طالب هم صاحب اونجا صاحب جداگانه بیرق بالا کرده صاحب که ما اصلا جمهوریت قبول نمی کنم و ما خودم اگر ادعام کرده صاحب تو که چندین ولایت جنوب افغانستان برای ما بتین، شما اون طرف هم جمهوریت خود داشته باشین، ما این طرف هم امارات خود داریم. ببخشین آقای رها، ایره چی وقت طالبا گفتن؟ والله درسته که این موضوع 2 سال پیش هم میگن، این موضوع 2 سال پیش هم میگن یا این عرفای تازه شده؟ نه 2 سال پیش نیست. درسته که آل خما یک نوع دیگه صاحب خود همین مذاکرات بین طالب و امریکان که صورت گرفته صاحب چند مادهش که هیچ اصلا مردم خبر نداره اونجا خودشان هم میگه رفتن عبدالله صاحب با پاکستان همه بطن مذاکرات چی بوده و روی چی موضوع صحبت کرده اصلا برای ملت نگفتن و وی که گلبودین رفته صاحب در اونجا چی گذاشته باید اینا کنفرانس بگیره که ما اونجا رفتم چی گفتم. این گفته شد که اینا کلشان در پشت پرده صحبتایی کردن که هیچ معلوم نشد. حالا خب ما که تفسیره میکنیم ما باید پشت پرده را بگویم صاحب و اینمی نقطه که امروز افغانستان واقع است، مردم افغانستان دچار و گریبانگیریش است. اینمی صاحب ما 7 سال پیش گفتم به این نقطه میرسانه تا صاحب این سناریو این رقم ترتیب ای که غنی چی میکنه و فلانی چی میکنه. ببینید عزیز، موضوع ای که آقای غنی در پشت پرده با پاکستان چی میگه معلوم دار که بازم تعهد یک طرفه میکنه، فقط در فکر ایست که ریاست جمهوری را رها نکنه. ای که آقای عبدالله میره و اونم مسئله دیورند است و اونم مسائل است که هرچی که پاکستان بگه اجازه بدین، هر چیزی که پاکستان بگه قبول میکنه به شرطی که کل تمام کشورهای منطقه و فرامنطقه و همه به این خوش باشن که رئیس جمهور آقای دکتر عبدالله که میره در پشت پرده صحبت میکنه، معلوم دار که او هم صحبت های میکنه که مثلا این چیز خوب است به نفع پاکستان، وقتی که خب هم مسائل افغانستان هم به نفع پاکستان. وقتی که آقای حکمتیار میره خب طبعا او اول به حساب ازی نیست که در دولت افغانستان کار کنه، او که از سوی خود میره و از سوی خود تعهدات میده. این کلش معلوم دار است، کلی میفهمه که موضوع چی است، اما فعلا راه حل چی است؟ راه حل ببین فرض کنیم که خب بسیار تشکر آقای رها، ما ببینین راه حل چی است. ما فرض کنیم، ما امیر فرض میکنیم که آقای غنی بسیار خوب است، آقای غنی بسیار خوب است و دولتش هم بسیار خوب است و کابینهش هم بسیار خوب است، متحد هم است، همه چیز گل و گلزار است. اما در صورتی که در اینجا طالب است و جنگ در افغانستان ادامه داره و ما فرض کنیم گیریم که من طرفدار آقای غنی و اینجا ببینیم که طالب آدم میکشه، مردم میکشه، از بین میره و یک پروسه صلح به خاطر مردم، به خاطر قتل و قتال مردم، یک پروسه صلح است که باید مردم از شر این کشتار خلاص شوند و طالب میگه که من آقای غنی را قبول ندارم. اینا آقای غنی و میگه که یا ارگ یا مرگ یا من باید اینم اینجا باشم. ببینید پس سرنوشت مردم چی میشه؟ ما
همه در فکر مردم هستیم، در فکر افغانستان و سرنوشت افغانستان هستیم. بنان وقتی که ما فکر میکنیم چی میگیم؟ پس در اینجا کی باید قربانی بده تا مردم افغانستان در صلح و صفا و آرامش زندگی کنن و در رفاه باشن؟ خب پس مجبور است که دولت افغانستان باید امو کسی که در اینجا باعث امی بدبختی ها شده، یعنی خودش باعث نشده، یعنی امو کسی است که باید از اینجا دور شوه تا بتانه که جنگ خاموش شوه و او آقای اشرف غنی است. چون طالب نمیخواهد که زیر اداره آقای غنی باشه. پس در این بین آقای غنی باید یک راه پیدا کنه. یعنی قبلا باید بگویه که اگر واقعا وجود یعنی در اینجا لازم نیست و اگر نباشم مردم دوباره صلح و صفا میه، من خودت تو گوشم میکنم، من میرم. باید اینی مسئولیت یک رئیس جمهور است که به خاطر مردم این کار کنه. در غیر زو اگر آقای غنی پس نشه، تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً بهارد باشین. در صورتی که آقای غنی دور نشه از صحنه، خود طالبا جنگ افزایش میدن، صلح هم نمیه و تم بدبختی و این مذاکرام دیگه نتیجه نمیده. چرکونا میگن که حکومت عبوری، این میگه پس همه چیز معما شد، پس افغانستان میره به یک جنگ بسیار وسیع، بزرگتر و بزرگتر. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً بسیار زیاد فشرده بگوین که وقت من رو به ختم است. تشکر شالا جان پوپال. ما فکر کنم که خودت تجربه سیاسی یا در سیاست وارد نیستی، کوشش کو که اول خود به سیاست. بیننده عزیزی که شما طرفداری از یک شخص میکنین، من نمیخوایم طرفداری از شخص کنم، نمیخوایم طرفداری از گروه کنم. من طرفدار و پشتیبان مردم افغانستان هستم. وقتی که شما در فکر مردم افغانستان، طالب به هر قسم که شوه و امروز از سوی امریکا هم گفته میشه که دولت میشه، پس چی میکنین؟ امریکا میخواد که طالب و آقای غنی نمیره، پس باید دیگر راه وجود نداره بغیر ای که یک دولت مشارکت ملی با حضور طالبا و مجاهدین و تمام ای باید یک جا شد تا بتونه مردم در صلح و صفا زندگی کنه. تلویزیون آریانا افغانستان. بیننده عزیز، ما باید با معذرت که لاین شما قطع شد، برنامه ما در اینجا خاتمه میابد. انشالله که هفته خوش در پیش رو داشته باشین و بازم تکرار میکنم که آقای دکتر زمان استانزی مهمان برنامه ما انشالله در هفته آینده است. بیننده عزیز، چون یک شخصیت بسیار بزرگ علمی، سیاسی و ادبی است، اگر یک چانس بزرگ است که شما میتونین سوالاتتان مطرح بکنین. اگر خواسته باشین که برنامه را اسپانسر شوین، نیم ساعت اول برنامه را ما از ساعت 12:30 هفته آینده برنامه را آغاز میکنیم و شما میتونین با تلفن با آقای مسکینیار و با یا شماره تلفن ما 703-473-1473 به تماس شوین و برنامه را اسپانسر شوین. و آقای استانزی یکی از شخصیت‌های بزرگ سیاسی، ادبی و فرهنگی هستند که امی حالا استاد هستند در مطالعات عرفان و تصوف در یونیورسیتی مطالعات عالی پاسیفیکا در سانتا باربرای کالیفرنیا و همچنان اینا چی دارن؟ مستر دیگری و دکترای خود را در رشته پولیتیکال ساینس گرفتن و روابط بین المللی و همچنان اینا مستری دیگهشان در رشته زبانشناسی است و مافوق دکترایشان همچنان در رشته تفکر و اندیشه های ابن عربی و مولانای بلخی است. بیننده عزیز، موقع خوب است اگر شما خواسته باشین شما اسپانسر شین که بعد می توانین که خودتان بیاین و با ایشان صحبت بکنین و سوالاتتان را مطرح کنین. به هر حال تا هفته آینده برنامه من اینجا خاتمه میابد. با معذرت که من دو لاین من نگرفتم، برای که برنامه من خاتمه میابد. انشالله هفته خوش در پیش رو داشته باشین. خداوند نگهدار.